سلام بچه‌های گل یوتیوب. توی این ویدیو آموزش بدم که چطور تبدیل به ماپا میشید. اول وارد تلگرام میشید. کانالی که ما داریم ماینکرافت ها میزنید. اولین چیزی که گذاشتم همینه. اگه روش بزنید ماینکرافت براتون باز میشه. ماینکرافتتون باید 1.20 یا 1.21 باشه. حالا من روش بزنم بریم توی داخل ماینکرافتم آموزششو ببینیم. میذارم توی ماینکرافت باز میکنم. یه دقیقه باشید لطفا. ماینکرافتتون گفتم باید 1.21 یا 1.20 باشه. خب الان ماینکرافتون باز کنم. یه لحظه همین شد. خب میرم داخل ماینکرافت. این دوتا پیام برامون باز میشه. حالا من باید دنیای جدید رو باز کنم تا ببینیم این مود کار میکنه. میایم اینجا کریتیو رو ببرش به خودتون رپتاری که بخواید کریتیو رو ببرش. میام پایین این 4 تا گزینه رو باید خاموش کنم. میام پایین این ریون پکس رو میزنم. ریون پکس این اون چمن هیت و پایینه. این چمن هیت و پایین کتاب مهمه. اینو میزنم اکتیوین میکنم. بعد از این که اکتیوین کردم میاد توی برین پکت. بله توی ماد اضافه شده. میام توی داخل دنیای خودم که بازش کردم. این تا دنیا باز میشه تو هم لایک و سابو بزن لطفا. ببینیم دنیامون باز بشه براتون بگم. خب بعد اینکه دنیامون باز شد یه کتاب برامون باز میشه و یه ساعت. کتاب مهم نیست دقیقاً ولی کتاب باز میشه ولی به هیچ و این مهمه. این ساعت کنار چیزی هم اسپان شدیم. خب میام الان یه ماب خودم بذارم ببینیم دیگه کامل توضیحاتشو بگیم. خب حالا ماب چی بذارم؟ مثلا واردن. بذار انتخاب کنم واردن. خب واردن آره اینم باز واردن انتخاب میکنم. واردن میزنم. ساعت رو میگیرم دستم تا قفل واردن برام باز بشه. نکته ای که هست باید کنار اون مابایی که میخواید تبدیل بشید باشید تا قفلش تو ساعت باز بشه. حالا من الان تبدیل به واردن شدم. اگه میخواید ببینید بیا من کلا تبدیل به واردن شدم. اگه میگیرم کار نمیکنه به خودتون با دوستتون وصل بشید و تبدیل به واردن یا چیزای دیگه بشید. الان اینجا من اینو یه دونه زدم. خارج داشتم میخواستم اینا هم بکشم. حالا اینا بمونه واسه بعد. اینا هم که هست زونا و اینا واسه واردنه. این بینت. خب الان برم یه سویوایور کنم ببینید که زوناشم فرق میکنه. بیا سویوایور کردم. بله زوناشم که میبینید تفاوت کرد. بله کریتیو میکنم تا اون واردن ما رو نکشته. میام این ورش اون گاو که هست ساعت میگیرم دست. شاید گفلش از قبل بازه بسن. میام اینجا. بله میشینم نگه میدارم روی صفحه. بله گفل گاو برام باز شده. الان تبدیل به گاو شد. با گاو نشستم میرم. بیا اینم از گاوی که بهش تبدیل شد. همیشه کانال خودتونه یادتون نره که لایک و ساب بزنید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ. بای بای.